ассалому алайкум шунавандагони арҷманд. гуфторамонро аз силсилаи хониши адабӣ оғоз мекунем. ҳоло гуфтори сеюмро аз рӯи достони нависанда шераки Ориён ишқи осону мушкил дар қироати ҳунарманди халқии Тоҷикистон Қурбони Собир бишнавед. شعرکی آریان. عشق آسان و مشکل. عشقنامه ستار بهمن. بانوی مضافات به حیات من همین طور سر می‌خلاند هرگاه، بلکه پیدا شده آمدنش بیشتر گردیده. برای آمدن اکنون احساسهای نو پیدا می‌کرد. مثلا با مبارکبادی حکایت نوی شما آمدم که چاپ شده. ایجادگر را هیچ چیز به اون حد احساس و وجد کشیده نمیتوانسته چینه که اعتراف شدنی نمونه ایجادش باشد. اعترافگری که نوشته های و را دوست دارد ایجادگر نسبتش بی‌طرف بوده نتواند. برابری در مجله و روزنامه زیادتر چاپ گشتنی نوشته های من بانوی منطقه دور در حیاتم پیدا می گردید. بیشتر نه تنها تأثیرات خود را می آورد از مطالعه نشر شده ها، بلکه می گفت فلان و بسمدان دوگانه یا فلان و بسمدان هم دیارش داستانهای تازه نشر مرا چطور استقبال کرده و مقبول دانسته. آنها از کجا آگاه باشند که چنین نویسنده شهرتیار آشنای نزدیک من جوانزن ذوق کرده می‌خندید، مرا به آغوش می‌کشید. ادیبی از جانب اخلاصمندان ایجاد اعتراف شده را. بانوی دیگر یعنی بانوی چاپگر در حیات من امثال پیشینه عمل می‌کرد. یعنی در روز استراحتش چند ساعتش را می‌بخشید برایم، یعنی در آغوش من بود. به ایجادم نیز امثال پیشینه پیوندی عملی داشت. سیاه نویسی مرا می برد و سفید نویس کرده می آورد. کج نویس های مرا راست نویس می ساخت. بعضا حیران می شدم با دو بانو چطور یکسان مناسبت کرده می توانم. فقط منی قصه نویس نمی دانستم آخری قصه های پرپیچ شده عاشقانه‌ام تا کجا می کشد. عاقبتش چی می شود؟ قصه یک ایجادگر و دو بانو. بارشگیرک برقی که یکی از دو بانو هدیه آورده اندام خود را به ترتیب کشیده به ملاقات بانوی دیگر آمادگی می گرفتم. از عنبر و عطر که بانوی ثانی آورده به اندام و لباسم برزده آلفته گشته به ملاقات بانوی اول می رفتم. زمره از پاک نویس و سفید نویس بانوی اول که در مطبوعات منتشر می گشت بانوی مضافات کنار برخوانده مفتونش گشته می آمد. برای آن می آمد که عرض شادی و شیفتگی خودش را اظهار بسازد و با این بهانه چند شب باشد در بر من. خلاص میانی دو جهان مانده بودم. دو جهان که به دو بانو منصوبیت داشت. دو بانو که با هر دو روی کت سفری اجاره خانه می یازیدم. لبهای آنها را یک خیله می بوسیدم، می مکیدم و آنها را یک خیله لذت می برداشتم. از آنها یک خیله لذت می برداشتم. چون تنها بماندم بعضا خجل می شدم که چی شده و چی جور خواهد شد عاقبت این. اولی مدام تاریک نشده می رفت که پدری سال خورده خود را منتظر و خواطر نکند. پدری که حرمتش را وی حتی در غیبش می داشت به جا می آورد. دومی بعدی تاریک شوی می آمد با خط سیری سمالیات کوچک که از مضافات کناره پرواز گرفته.
از پی کارهای ادارهش می آمد که راهبرش فرستاده یا خودش تلاش آمدن می کرده و راهبر به گذشت می رفت. خلاص ایلک آوری و ایلک بری بهانه بوده و دیدار بینی غنیمت. بانوی دوم به اجازت من می آمد و به اجازت من می رفت. با تبسم و سخن پیدا می شد که آمدم و با تبسم و سخنی می رفت که وقت خیت شدنم رسیده. اما دیگری که ساکنی پایتخت بود به اجازه من، به دعوت من که به وسیله ارتباط تلفنی اظهار می داشتم نمی آمد. دمی رفتن باشد می پرسید شاید وقت بازگشت شده اگر اجازه باشد. اجازه من اهمیت داشت برای بانوی چاپگر و اینجا هم یگام بار از 2 ساعت زیاد نمی ایستاد. پس آن می شتابید جانبی پدری سال خورده. هرچند در پایتخت زاده شده و اینجا به وایه رسیده، لیک طبیعتش پرورده شهرک و مضافات‌های دور را می‌ماند که شاید در خونش بوده یا چنین تربیه گرفته در محیط خاندان. ولی آنی که در کناره دوردست میزیست طبیعت پایتخت نشین را داشت در خودش که موجبش را نمیدانستم، یعنی نمیدانستم از تربیه خاندان آنها سرزده یا در خونی اولادیش بوده یا در کارگاهش وابسته کارش چنین تشکل یافته بعداً کشاده گشته. آمد و رفتی 2 بانو را که 2 خصال و 2 خصلت داشته کمپیری صاحب خانه ببیند و بداند هم دخالت نمی کرد. شاید اندیشه می راند خودی جوانان همه را میان خود حل و فصل بسازند، به خلاصه درست برسند که باعثی انتخاب یکی بشود از میان 2. یا کمپیر که در گوشه دیگری حولیچه میزیست اندیشه می راند منی ادیب خودم درک کرده توانم نیک و بد را، بهترش را انتخاب نموده توانم که یاری یکمره حیاتم کدامش بشود. یا کمپیر تمام عمر در شهری از این عمر بسر برده، شاهدی سرگذشت زیاد گشته و افکار داشت که در حیات ایجادگر بودنی بانوهای بیشتر ممکن، زیرا خودی کمپیر کتابخوان بوده و با این وسیله از زندگی ایجادگران آگهی دریافته. از سری ادیب بسیار چیزها می گذرد تا سرگذشت آدمان را بداند و سرفهم رود، پس آن قصه کرده بتواند. شاید عقیده داشت وی. خود من باشم حیران می ماندم میان 2 بانو 2 جهان چطور یکسان ایستادن و زندگی بسر بردن ممکن و تا کی داشت دادن ممکن. یا قسمتی به ایجادگر خاص از آن ظاهر بگردد که میانی بانوهای زیاد جهانهای پرپیچ بماند و میانی تأثیراتهای هر خیله و عالمی تومنپیچ راه جسته یافتن بخواهد. شاید این باعثی به وجود آمدنی بازیافت و جاده های تازه شده بتواند. خلاص میان 2 بانو هستی خود را ادامه می دادم. بانوی چاپگر که در فهمیدن خواهش من و کشودن چگیل‌های دستخطهای بنده استعداد داشت و بانوی منطقه کنار که مژده اعتراف شدنی نوشته و چاپ شده مرا می آورد از دوری ها این جانب. و بانوی اوله یعنی چاپگر وامی خوردم امثال سابقه سیاه نویسی خود را می دادم تا پاک نویس کرده بیاورد، زیرا خطم بیشتر کجاکلیب و پرپیچ می گردید، یعنی به امثال حیات پرپیچ و پرمعما شده خودم بودم. بانوی دیگر که در مناطق دیگر میزیست به حیات من خودش سر می خلاند، بلکه بیشتر می آمد و خواهش خود را بار می کرد. در این رویه استعداد داشت. حتی یک نوشته مرا برده که رونویس کرده بیاورد، حالان که با دستنویس های من سر و کار داشتن سهل و آسان نبود.
یا شاید از مناسبت من به بانوی اول که چاپگری داشت با کدام راه آگهی دریافته و چنین عمل کرده. بعد چند مدتی رفتنش شام آمده بود از نو، بلکه شب آمده بود با دستنویس های من که رونویس و سفید نویس گردیده. اینها را خودش کرده و یا کسی دیگر نگفته. از باعث زیاد شدن کارهای اداره دیر آمدم این بار اظهار داشته بود. یا موجب دیر آمدنش از آن بوده که سیاه نویس های مرا سفید نویس کردن مشکلی های زیاد پیش آورده. کمی توقف نموده به دستنویس های آوردهش نگریسته بیفزود. ولی شکر بگویم خواننده نخستین نوشته دیگری شما شدم. گویا به کدام خیال گوارا رفته گرد لبانش تبسم بردمید. شاید به این اشاره میکرد جای بانوی چاپگری دیگر را هم در حیات من گرفته بتواند. در حقیقت در پهنای دل من مساحت بیشتر را اشغال کردن میخواست. بلکه هنوز به دو کس دخل داشت دل من، یعنی دخل داشت به دو بانو. فقط یکی بیشتری آن را تصرف کرده، اما برای دیگر هنوز جای مانده در این مسکن. یعنی بانوی چاپگر وظیفه خودش را همانا بی کم و کاست به اجرا می رساند. یعنی چون پیشینه مانده بود. بانوی منطقه دیگر هم، یعنی بی بی جمال، سیاه نویس و دست نویس دیگری مرا می برد تا رو بردار کرده بیاورد. از این باعث پیش من آمده می توانست از اول گستاختر. باری که با سفید نویسی دست نویس های من از منطقه دور آمده بود اظهار داشت: برایم عذاب است دوری از چنین ادیب، خیلی دشوار. این گویا یک بهای دیگر بود به نوشته من به شخصیت ایجادیم. بله، دشوار است دوری از چنین نویسنده. چشمانش را پرده های لرزان آب گرفته بود. مگر صمیمی باشد این؟ هنوز با اولی که مبارک نام داشت و مثل من در پایتخت زندگی به سر می برد، مناسبت و معامله ما کنده نگشته، هرچند نوشته های من اکنون کمتر می رسید به او، ولی سان پیشینه با صبر و تحمل و به کم و کاست نوشته های پرپیچ شده مرا گشوده و راست نویس کرده می آورد. بلکه دمی می آورد که می خواستم. یعنی به کارگاهش، خانه رادیو پیشکی زنگ زده ساعت و دمی آمدنش را معین می کردم و همچنین سیاه نویس های مرا دمی می برد که می خواستم. همین طور موقع داشت دو بانو در هستی من، بلکه دلی من به هر دو دخل داشت و هر دو به حیات من روا می کردم. دوری از چنین ادیب برایم دشوار. آه کشیده بود از نو بانویی که آمده از منطقه دور. اشکی به گل رخسارش ریزنده را با نوک انگشتان لرزانش پاکیزه کرده بود. یقین بیشتر موضع می گرفت وی در صحن دل من با طرز و رنگ‌های گونه گونه. بانوی پایتخت نشین نزد من می آمد تا هنوز. سیاه نویس و کج نویس های مرا پاک نویس و راست نویس کرده می آورد. حتی چند روز مقدم از آن که دیگری به حیات من از نو وارد گردیده،
این دفعه از آن برآمدن نخواهد. بانوی اول آمده بود اجاره خانه. با خواهش من آمده. روی کتی باریک سفری هماغوش بودم با وی. نوشته های دیگری خود را می دادید، تازه نویس کرده می آوردم. گفته بود مقدم از رفتنش. شاید گمان کرده از یاد من برآمده سیاه نویس و دست نویس های نوبتی را سپاریدن. سکوت کرده بودم، گویا به اندیشه رفته. الحال چیزی نیست. پیچ راست زدم نهایت. چند وقت آخر چنان سرگرنگم که کمتر ایجاد کردم. با دلسوزی خاصه نظر آورده بود جانبم. با غمخواری نظر می دوخت که بیمار نشده باشم مبادا. خواطر بود چرا در کار ایجادی من گره افتاده و پیشروی نشده. ولی همین که نوشته نو پیدا گردید می رسانم برای تو. وعده داده بودم، بلکه شاید آرامش کردن می خواستم. زنگ بزنید، خودم آمده می گیرم. با این راه مدد رسانیدن می خواست برایم. خدا مددگارتان. پیچ راست زده بود از نو. دایره آن که وقتهای آخر کم ایجاد کردم اندک دروغ گفته، زیرا جمعی نوشته و سیاه نویس های مرا برده بانوی منطقه دور که خودش سفید نویس کرده بیاورد. یعنی چیزی نگذاشته بود برای بانوی چاپگر، یعنی بانوی پایتخت نشین. همین منوال تکرار می شد. واقعی مربوط عشق نامه من. کار تا جایی کشید که شب آمده بود بانوی منطقه دور با 2 جامدان، بلکه جامدان‌های عظیم. هر چیزی ارزنده که داشتم آوردم با خودم. فهماند وی. حیران شدم. کالای زیاد اینجا برای چی لازم که 2-3 روزه می آمد و می رفت، همیشه با یک سمکچه سرک کیت. آمدم که این دفعه زیاد بیستم. سکوت کرده بود و پسان سرش را روی پیشتنه من گذاشته. نهایت پیچ راست زده بود، بلکه دیگر نروم از پهلوی شما. حیرت زده مانده بودم. بعدی چند بیافزود. از اداره اساسی منطقه هم از کار رفتم، فقط برای آن که باشم پهلوی شما. دیگر میمیرم من به شما. همانا حیرت زده می ایستادم. وی باشد آهی کشیده مدت خاموش بماند، بلکه بیافزود. راهبری نوآمد با من دیگر راست نآمد. اما این چیزی اساسی نیست. اصلاح در آورده وی. زیرا خودم چند ماه باز آمدنی بودم. آمدنی نزد شما. با طرز مدام ماندنی بودم همینجا. ولی این شب نصیب بوده. خاموش بشد. سرش را به پیشتنه من سخت پخش نمود. پکر و کرخت شده می ایستادم. خود من. پکری و کرختی روزی دیگر هم نمی رفت از وجودم، بلکه این همه را گویا حس نمی کرد بانوی آمده و زور زده تبسم کردن می خواست. به این منوال چند روز دیگر گذشته بود. رسیده بود روزهای استراحت که یکی از این 2 روز می آمد بانوی چاپگر، می آورد سفید نویس و ساعتی می یازید پهلویم روی کت سفرکی. این مراتب نیست چنین می آمد. گر زنگ می زدم و می گفتمش بیا، اما زنگ زده نتوانسته بودم. زورم نرسیده. روزی استراحت نوبتی هم چنین شد. آخر در اجاره خانه تنها نبودم. دیگر وقتی سفرکی من صاحب دیگر داشت. سیاه نویسی نو ایجاد هم نداشتم که ببرم و بدهم برای بانوی چاپگر، زیرا به پیچیدگی های خود بیشتر گرفتار شده
امکان نیافته چیزی تازه بریزم روی ورق. شاید دم بگیرد اون دخترک که طولانی خسته شده از راست نویس کردنی کج نویس ها، تازه نویس کردنی سیاه نویس های من. از آن خسته شده که طولانی سر و کار داشت با نوشته های پرپیچ بنده. شاید اکنون دم بگیرد مدت ها وی. بانوی دیگری به حیاتم وارد شده از آن بیرون رفتنی نبود. هنوز مانده در اجاره خانه من، بلکه مرا ترک گفتنی هم نبود. بلکه به کوچه و بازار و مغازه بیروم میرفت همراهم. حتی با من رفتنی میشد جای کارم. شاید به آنهایی که با وی مرا میدید تاکید کردنی میشده این جوان مرد دیگر تنها نیست، صاحب پیدا کرده است. خواسته هایش را کرده می توانست او، ولی به یگانه میلش که مانع شده توانستم نرفتنش بود به کارگاه من. همین طور می گذشته روزها که به هفته بدل می یافته. باری با همین بانو که با سرعت و مهارت خاص به حیات من ریشه می دواند، به مقصدی خریدی مواد که برای روزگار دو کسه ضرور بود رفتیم به بازار و ساعتها حیل نمودیم. خلاص دیر برگشتیم. کمپیر صاحب خانه یعنی راحله روی حولی بود. سخت اندیشه پیچ به نظر می رسید و ناعیان به من اشاره نمود فرجه دریافته وارد شوم به خانه زیست وی. حیران ماندم چه روی داده باشد، زیرا کم می شد کمپیر از سری ضرورت دعوت نموده باشد مرا خانه های زیستی خود که در گوشه دیگری حولیچه بود. چون خانه کمپیر وارد شدم خبر داد آمده بانوی دیگر، یعنی آمده چاپگر مبارک، یعنی آمده به سراغ من. چند ساعت اینجا نگران مانده و نهایت رفته. از شنیدن این افزایم تغییر خورده کرخت مانده بودم. پس مبارک با بانوی دیگر پیوست گشتنی مرا شنیده فهمیده برای همین آمده، یا خواتیر شده از آن که مدت به سراغش نرفتم، حتی با تلفن تماس نگرفتم. اما چرا تا آخر نایستاده رفته؟ یا از کمپیری راحله شرم داشته برای از حد زیاد ایستادن؟ یا پدری سال دیده خود را بسیار منتظر و خواتیر کردن نخواسته؟ کمپیری راحله فهمانده بود که بانوی چاپگر مبارک نمیداند از پر ضبط و تصرف گشتن زندگی من از جانبی بانوی دیگر یاد کرده آمده است. افسوده بود کمپیری صاحب خانه. بیچاره خواتیر شده که مبادا کسل باشی. دلش به تو می سوزد. عذر پرسید و شرم هم داشت که این مراتب آمده بی دعوت. کمپیری راحله خاموش ماند. من باشم می ایستادم هنوز پکر. وی را آرام کردم که تو ساق و سلامت. با زبان کشاد کمپیر. با وجود این خیلی محتل ایستاد و بعد رفت. کمپیر از من چشم نمیکند و بعد این مدت بیفزود. از کدام چیز خواتیر شده دخترک؟ شاید دلش گواهی داده که تو آخر تو با بانوی دیگر. کمپیر خاموش ماند. شاید فکر کرد سخنهای تا آخر نگفتش را فهمیدم. دمی که از خانه زیست کمپیری راحله بیرون می شدم شنیدم باز آواز ورا، ولی با اون دختر درباره اینت نگفتم. با واژه اینت در نظر داشت بانوی در حیات من قرار گرفته را و درباره اینت را با چنان زده افاده کرد که به بانوی هم پهلوی من توجهی خاص نداشتنش برمی آمد. هرچند با بانوی دیگر یعنی مبارک هم پیشتر، بلکه تا امروز یگان مراتب هم صحبت نشده. جانبی اجاره خانم قدم برمی زدم
ولی حالتی نیمه پکری هم ادامه می یافت. بلکه چند روز دیگر چنین بود. برای آن که بانوی چاپگر مبارک روز بناخواست در آمده در این اجاره خانه مرا همراه بانوی دیگر دیده در حالت ناباب نماند، به کارگاه وی زنگ بزدم. بله، در نهایت چنین کرده بودم. از آوازش برمی آمد خواطیر و علقده گشتم. یقین می خواست داند که چی شده با من و در این میان چرا هم دیگر را دیده نتوانسته ایم، چرا دوری جستم و موجبش چی باشد. کارم زیاد بود، یعنی در مجله یافتم بهانم. بعد افزوده توانستم کار اندک کم شود، می بینم تو را. لرزیده بود آوازم که خاموش ماندم تا به گمان دیگر نرود. شاید یگان نوشته هست که چاپ نویس کردنم لازم. آمده بود آواز او. الحال نیست، سراسیمه شده بودم. همین که تیار بشود معلوم بکنم. این معنی داشت خودم تو را دعوت سازم به اجاره خانه گر لازم بشوی. دیگر چیزی نپرسید و من هم نتوانستم علاوه بکنم. گوشک را مانده بودم در نهایت. اما نزد مبارک طولانی نروم. آمدن خود وی ممکن، آمدنش ممکن باشد به اجاره خانه من روز از روزها. بانوی دیگر مانده بود در حیات من، بلکه میخواست عمیق‌تر ریشه دواند اینجا. آخر چخیل بازگشته رفته توانم به دیار خود. اظهار می داشت وی برای تو شده همه چیزی آنجا را پرتافته آمدم و آخر عشق و محبت. اکنون چخیل جدا شده توانم از تو؟ اگر جدا شوم میمورم. و چسبیده بود به من خرچنگ برین، بلکه جدا شدن نمیخواست. شما گفتار سیوم را از روی داستان نویسنده شیرکی آریان عشق آسان و مشکل در قرائت هنرمند خلقی تاجیکستان قربانی صابر شنیدید. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی.